استعمارگران و استثمارگران سران اندیشه استعماری و استثماری انگلیس بود توی آفریقا. اسم خودش رو بر یک کشوری مثل زیمبابوه گذاشته بود. این مبابه که آمد بعداً اسم تغییر داد. آقای سیسیل رودز 1895 یعنی 112 سال پیش نقل میکنه خاطره ای رو. میگه که امروز از محله ایستلند لندن عبور میکردم. من این رو بارها گفتم، تکرار میکنم به خاطر اینکه احساس میکنم اگر جوان دانشجوی ما فکر میکنه انسان انگلیسی و آمریکایی با اندیشه جامعه مدنی، با دموکراسی، با لیبرالیسم، با سوسیالیسم، با مارکسیسم، با ایندیویدوالیسم، با سکولاریسم، با کلکتیویسم، با فمینیسم و با مجموعه از این اسمها به اینجا رسیده که این حاصل تحمیق و استحماری که اساتید فلسفه و جامعه شناسی و علم سیاست و علم حقوق و علم مدیریت در حوزه علوم انسانی به خورد نسل بعدی و جوانان ما میدن. برای این دارم تکرار میکنم که بدانید سابقه این جامعه و جهان امپریالیستی چه سابقه ای؟ سابقه اندیشه جان لاک در اندیشه لیبرال دموکراسی نیست، اندیشه آدام اسمیت در اقتصاد نیست، اندیشه وبر و پارسونز و گیدنز در جامعه شناسی نیست، اندیشه آقای سیسیل رودزه، اندیشه آقای مالتوسه. میگه چی؟ میگه از محله ایستلند لندن عبور میکردم در گردهمایی و تجمع اعتراض‌آمیز کارگرانی که برای نان فریاد میزدن اعتصاب کرده بودن شرکت کردم. همه آنها برای نان فریاد میزدن. از اونجا که آمدم توی مسیری که میخواسته بره خونه با خود اندیشیدم ما دولت مردان استعماری برای اداره 40 میلیون سکنه کشور انگلیس، 112 سال پیش انگلیس 40 میلیون سکنه داشته، امروز 65 میلیون نفر داره. یعنی 112 سال انگلیس 2 برابر نشده. 2 برابر نشده. 40 میلیون سکنه انگلیس رو اگر بخوایم شکمشون رو سیر کنیم و جنگ داخلی نداشته باشیم، چاره‌ای نداریم جز این که امپریالیست شویم، سرزمین‌های جدیدی رو کشف کنیم، تصرف کنیم، سرویس جمعیت بریز اونجا، از اونجا هم بازارهایی برای کالاها و منابعمون تامین کنیم. این حرف آقای سیسیل رودز یک رشته دانشگاهی میخواد، نه یک درس 2 واحدی. کسی اندیشه سیسیل رودز رو بشناسه باید مطمئن بشه که با این تفکر فلسفی، جامعه شناختی، روانشناختی، علم سیاست و مدیریت و اقتصاد غرب نیست که به اینجا رسیدن. این مبانیه که تا حالا اینها رو اینجا رسونده. جمع بین نظر آقای سیسیل رودز که در کتاب هیستوری آف کپیتالیسم 1983 چاپ شده توی آمریکا اونجا آمده، با نظریه آقای مالتوس، این دوتا رو وقتی جمع میکنیم به فرضیه اشغال ژئواستراتژیک جهان میرسیم. انگلیس 1/6 ایران خاک داره، بارها اینو گفتم شنیدید. 114.5 برابر خودش فضای حیاتی برای خودش ایجاد کرده، یعنی یه صندلی نیاز داشته، الان اندازه 114 برابر هیکل خودش صندلی در جهان اشغال کرده. اینه که دانش ژئوپلیتیک دانش اساساً انگلیسیه. اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست. کشور انگلیس گریت بریتانیای کبیر اندازه استان و سیستان و بلوچستان ماست با 64 میلیون جمعیت. 114.5 برابر خاک خودش سرزمین اشغال کرده. کشور عظیم کانادا که همین الان فرماندار اون کشور و نخست وزیرش حکمشون رو در اون دموکراسی وقتی رأی میارن به نخست وزیر انتخاب میشن و فرماندار انتخاب میکنن، باید به تنفیذ حکمش به تنفیذ ملکه انگلیس برسه، یکی از استانها و ایالات انگلیسه. 40.5 برابر خاک انگلیس وسعت داره و 25-6 میلیون جمعیتش، 20 میلیون نفرش، نزدیک 20 میلیون نفرش انگلیسیه. کانادا ادامه انگلیسه، یعنی انگلیس سرریز جمعیتش رو ریخته اونجا. یه موزه توی آمریکا هست در مورد دختری که از اسکیموها و سرخپوستان منطقه کانادا بوده، موزه پوکاهانتس. این کارتونش اینجا منتشر شده، 2 تا فیلم سینمایی داره.
زیاد اصرار کردن که